نگاه گذشتن کودک‌ها این نگاه که کلان‌ها گذشتن نمی‌دونن یا بایک جو گذشتن میتونن ما گذشتن نمی‌دونیم چی اول دارن در سنتری شهر. کوچه به نام احمد دانش در پایتخت تاجیکستان. این راه را که در نزدیکی فرودگاه دوشنبه جایگیر است بعد از نوسازی لولا یا قبور آبگذر دیگر باره تعمیر نکردند. ساکنان میگویند این وضع تقریبا 1 سال باز حکم فرماست. تام کوچه قتی مکتب میبریم کودکامون اگون امکانیت باشه راه نداریم درونای بلوک‌ها قتی میبریم پشتوی دامو قتی میگذاریم میریم 1 سال زیاد شدم خیلی ماندگی میگه یگون کس چوره نمیبینه یگون کس اجاره نمیبینه شبانه کاری میره حتی از گردش با پیش دام اومده نمیتونه کی راه همین خیوزنی نه ما التماس میکنیم نمیشوه. برای بیبی کلان خوجایوا که کم توان یا معیوب است گذشتن از این راه نه تنها مشکل بلکه خطرزا بوده است. حکومت نویش و منصور در اومدیم وایده فهموندیم رفتیم حکومت شهر در اومدیم 1 بار نه 2 بار نه این قریب 7 ماه 8 ماه شد میروم میبیم یگم خلاصه نامده سیم. ساکنان میگویند برف و باران وضع را طاقت فرسا میکند و بنابر آن تلاش دارند که مقامات راه را زودتر تعمیر کنند. از بهار سال 2025 در وضعیت بسیار بد قرار داریم. همه جا لای آب پیوسته فواره میزند. راه گشته نمیتوانیم. عموما حقوق ما سخت پایمال کرده می شود. ما باید در شرایط انسانی زندگی کنیم. آب قطع می شود، برق خاموش می شود. مشکلی جمهوری را درک می کنیم. اما تعمیر راه وظیفه معمولی است. خیلی خطرناک است، خصوصا برای پیرانسالان و برای کودکان. مقامات در نوبت خود گفتند که از مشکل ساکنان خبر دارند و در فکر حل آن هستند. ولی به قول سید مراد قلندرов سرمهندس کارخانه آب و کاریز دوشنبه تا انجام کار کمی وقت ضرور است. این منطقه که شهروندان مراجعت نمودند این منطقه کوچه احمد دانش تعلق دارد به منطقه که جمعیت سهامی شکلی شده استروی سرویس کارها را به اجرا رسانده است. در حقیقت امروز از طرف این شرکت ایواز کردن زیاده از 56 کیلومتر قبور به انجام رسانده شده است. عین حال پیوست نمودن قبورها به شبکه‌های موجود بوده رفته ایستاده است. تنها این منطقه هایی که کنده شده است زیاده از 56 کیلومتر بعد پورا به انجام پیوست رسیدن کارهای پیوست کنی جایهای اسفالت پوش شده با حالت اولا برگردانده می شود یعنی منفرش کرده می شود چون که در حالت منفرش کردن و حالت پیوست بعد حالت پیوست کردن حالت های ناگوار یعنی بعضی کارهای ممکن که شبکه های در طرح نبوده در سخیمه نبوده پیدا شود و یکم مشتری به او ماند. همصحبتان رادیو آزادی در کوچه به نام احمد دانش در دوشنبه شبهه دارند که مشکلشان به زودی حل شود. تا وزارت رفتیم تا بدکنال رفتیم معاون منحوظ همصحبت خطی شدیم وعده‌ای بر دروغ وعده‌ای خشک خالی. تعمیر و نوسازی لوله‌های آبگذر در گوشه‌های دیگر دوشنبه نیز حرکت را در راه‌های پیاده‌گرد و ماشین‌گرد برای مدت مشکل می‌گردانند. مسئولان میگویند به وقت بیشتر نیاز دارند. ساکنان از بی‌توجهی به مشکلشان نگران هستند.